سلام بچه ها، اومدیم با یه ویدیو آموزشی با پینگ بی. کسانی که مشکل پینگ دارن و اینا میتونن از این کد DNS استفاده کنن و پینگ خودشون رو بیارن پایین. من از این کد DNS استفاده میکنم و واقعا هم پینگ خیلی خوبی داره. پینگ لابیش 72، داخل مچ پینگش از داخل 40 الی 70 و واقعا پینگ خوبی میده. با این وضعیت نت ایران شما به 2 برنامه نیاز دارید، 2 DNS چنجر که من کدشو بهتون میدم، لابلای همین ویدیوها براتون میذارم، بعد پیداش کنید. بعد هر کدوم که کار کرد براتون میتونید استفاده کنید، بستگی به DNS چنجرتون داره. بعد این کد واقعا ریجستر خوبی داره. هر کدوم از DNS چنجر براتون کار میکنه رو باید امتحانش بکنید. هر کدوم از DNS چنجر حالا DNS چنجر کدومن؟ 2 DNS چنجر که میتونید استفاده کنید. یکی این DNS چنجر آبی است و این DNS چنجر این یکی. براتون علامت میزنم. یکی اینه، میتونید استفاده کنید، و یکی این. از 2تاش میتونید استفاده کنید و این 2تا رو میتونید از تو مارکت دانلودش بکنید، از تو مارکت یا از تو گوگل پلی. که واقعا این کدایی که من بهتون میدم باش میتونید پینگای خیلی خوبی بگیرید. واقعا پینگ خیلی خوبی میتونید. کدشو بین ویدیو براتون میذارم و کاری هم نداره، آموزششو بهتون میدم. شما داخل این برنامه میشید، ستینگز رو میزنید، و دیپ اسپید تست رو روشن میکنید و شما وارد اینجا که میشید، اینجا کلید به علاوه رو میزنید. چون من یه دونه اینجا اد دادم، شما میتونید از یه دونه از DNS اضافه بکنید و میتونید خودتون یه DNS اضافه بکنید. کدشو من میذارم واسه تون، شما میتونید اینجا اد بدید و استفاده بکنید و واقعا پینگ خوبی بگیرید. لایک و ویدیو ساب یا تو نره. عشق منید. خدا